سلام دوستان عزیز، مینا هستم. به کانال من خوش اومدین. سفرنامه شهروند انگلیسی به نام ادوارد براون که مدت 1 سال در میان ایرانی ها بوده رو به طور مختصر در 3 قسمت براتون تعریف میکنم. ابتدا ادوارد براون کیه و هدف اون از سفر به ایران و قسمت دوم در ایران به کدوم شهرها سفر کرد و با چه افرادی ملاقات داشت و در قسمت آخر اعتیاد ادوارد براون رو در ایران و روش ترک اعتیادش رو تعریف میکنن. ادوارد گرانوئل براون فرزند بنجامین براون در سال 1862 میلادی مصادف با سال 1240 هجری شمسی در انگلستان در خانواده بسیار ثروتمند متولد شد. پدرش ریاست یک کارخانه کشتی سازی و ماشین سازی رو بر عهده داشت. ادوارد دوران تحصیلات ابتدایی خودش رو در مدرسه معروف اعیان و اشراف انگلستان به پایان رسوند. پدرش چون دید اون میلی به مهندسی نداره به تحصیل طب واداشت. در سال 1879 به دانشگاه رفت، ولی اونطور که خود اون نوشته از سال 1877 میلادی به واسطه شروع جنگ روسیه و عثمانی وارد مسائل سیاسی شده و به واسطه علاقه‌ای که به عثمانی داشته به آموزش زبان ترکی اقدام کرده. ولی حقیقت مطلب اونه که از همین زمان جذب سازمان اطلاعاتی انگلستان میشه و بعد از آموزش زبان ترکی مشغول آموزش زبان عربی و فارسی میشه. ادوارد براون قبل از ورود به ایران زبان فارسی رو کامل یاد گرفت و موقع صحبت کردن مانند ادبای ایران اشعار شاعران بزرگ و ضرب المثل‌های فارسی رو استفاده میکرد و مخاطب خودش رو مجذوب حرف زدنش میکرد. هنگام ورود به ایران اشعار حافظ و سعدی و مولوی رو به آواز میخوند و زبان فارسی رو طوری صحبت میکرد که اروپایی ها بعد از چندین سال اقامت در ایران نمیتونستن اونطور صحبت کنن. ادوارد براون در لندن با درویش حاج محمد علی پیرزاده نائینی که او هم آدم مشکوکی بوده آشنا میشه و جدا از زبان فارسی راه و رسم درویشی رو هم از پیرزاده یاد میگیره. پیرزاده به ادوارد لقب مظهر علی میده و سالها ادوارد با پیرزاده رابطه مکاتباتی داشته و انتهای نامه‌های خودش هم با اسم طریقتی خودش مظهر علی امضا کرده. ادوارد در سال 1267 هجری شمسی مصادف با 1887 میلادی در سن 23 سالگی به ایران اومد و به شهرهای تبریز و زنجان و تهران و اصفهان و همچنین شیراز و یزد سفر کرد و در آخر قبل از برگشت به انگلستان به کرمان رفت که توقف اون طولانی تر از شهرهای دیگه در کرمان بود. ادوارد براون هدف از اومدن به ایران رو 3 دلیل بیان میکنه. اول مطالعه در مورد امراض ایران و دوم سیاحت و گردش و سوم تکمیل زبان فارسی. ولی رفتار اون در ایران خلاف اهداف یاد شده بود، به خاطر اینکه اون قبل از ورود به ایران زبان فارسی رو مثل زبان مادری مسلط بود و در طول سفر پزشک بودن خودش رو مخفی میکرد و هیچ اثر مکتوبی از اون در مورد پزشکی و شناخت امراض در ایران وجود نداره مگر در موارد جزئی و گذرا که اون هم از طب سنتی ایران یاد کرده. از اونجا که
کم حافظم هست در سایر نوشته‌های خودش اهداف سگانه مسافرتش به ایران رو نقض میکنه و در کتاب 1 سال در میان ایرانیان مینویسه وقتی به خوی وارد شدم در ملاقات با دکتر ساموئل به او و بیمارانش گفتم من برای طبابت و مسائل پزشکی سفر نمی کنم و خیال ندارم در خوی وقت خودم رو تلف کنم. به طور کلی از لابلای نوشته‌های اون میشه فهمید که آموزش حرفه پزشکی صرفاً پوشش فعالیت‌های جاسوسی اون بوده، به نحوی که در دوره دانشجویی به جای آموزش طب به آموزش زبان‌های شرقی پرداخته و اطلاعات چندانی هم از علم طب نداشته، به این دلیل که در کرمان برای کاهش چشم درد خودش به طب‌های سنتی مراجعه کرده و درد اون تشدید شده و روز به روز وضعیت اون هم بدتر شده. اون در فصل 10 سفرنامه خودش شرح معتاد شدنش به تریاک و دنیای تریاکی بودنش رو ثبت کرده. دلیل واقعی سفر ادوارد بران رو باید در نوشته‌های او پیدا کرد. نوشته‌هایی که از تهران آغاز شدند و در لندن تکمیل شد. او که از راه ترکیه وارد ایران شده بود، در تبریز به ناگهان پرده از مأموریت دشوارش برمی‌داره و از شخصی صحبت میکنه که 38 سال قبل از سفر او به ایران در نزدیکی ارگ شهر تبریز اعدام شده بود. از اون پس سفرنامه 1 ساله او نه درباره فرهنگ قوم ایرانی و زبان و ادبیات فارسی و امراض و بیماری ها، بلکه پیرامون این مرد اطرافیان کتاب ها و مبارزاتشون دور میزنه و اوقاتش رو در ایران برای پیدا کردن پیروان اون شخص موسوم به بابیان صرف میکنه. بابیت یا آیین بابی به فرقه گفته میشه که در سال 1260 قمری توسط سید علی محمد شیرازی ملقب به باب در ایران پدید اومد و پیروانی هم از قشرها و اصناف جامعه و بعضی مناطق ایران رو به خودش جذب کرد. او در سن 25 سالگی در گوشه از شهر شیراز اعلام کرد که من هستم موعود منتظر که قرنها اهل ایمان ظهورش رو آرزو می‌کردن و خودش رو مظهر الهی نامید. سید علی محمد شیرازی معروف به حضرت باب که رهبر فرقه انحرافی بابیه بود، به دستور امیرکبیر در تبریز اعدام شد و شورش بابیان در همون زمان سرکوب شد. بعدها فرقه بابیت به 2 دسته تقسیم شدند به نام بابی ازلی و بهاییت که رهبر فرقه بابی ازلی یحیی صبح ازل بود و رهبر فرقه بهاییت میرزا حسین علی نوری معروف به بهاءالله. بهاءالله اعلام کرد که انتظار مردم به سر رسید و موعودی که نویدش رو انبیا و حضرت باب داده بودند به ظهور پیوسته. باب با اینکه خودش رو صاحب کتاب و شریعتی مستقل میدونست، ولی هدف اصلی رسالت خودش رو بشارت به ظهوری بزرگتر از رسالت خودش بیان میکرد و خودش رو واسطه فیض از حضرت بهاءالله میدونست تا زمینه رو فراهم کنه برای ظهور بهاءالله که کلاً برای پیروانشون پیامبر و امام زمان دروغین ساخته بودن. بابیان و بهاییان از طرف دولت انگلستان همه جوره حمایت می شدن
تا اونجا که افرادی مثل ادوارد بران رو از انگلستان میفرستادن برای زنده نگه داشتن این فرقه و حمایت بیچون و چرا از اونها، چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی. ادوارد بران پس از گذشتن از تبریز که ماجرای سید علی محمد باب رو برای آشنایی خوانندگانش به تفصیل بازگو میکنه، در همون بدو امر با تأسف مینویسه: من مخصوصاً از این که نتوانستم بازماندگان آن جنگ را، یعنی شورش بابیان در زنجان رو پیدا کنم متأثر شدم، زیرا امیدوار بودم به وسیله آنها از جزئیات واقع مطلع گردم و شرح وقایع را در تاریخ بابی ها بنویسم. تأثیر ادوارد بران در ابتدای ورود جای تأمل بسیار داره. او که مسیر طولانی و سفر سخت رو از انگلستان تا ایران طی کرده، در ابتدای ورود انگیزه سفرش رو که هم نوشتن تاریخ بابی هاست دست نیافتنی میبینه و بسیار از این بابت متأثر میشه. روشنه که این انگیزه چقدر برای اون مهم بوده. او با ابراز تأسف و افسوس در وصف چگونگی ماجرای بابیت زمانی که به مسئله اعدام سید علی محمد میرسه، اون رو یک محاکمه ظاهری ذکر کرده و بعد در شعری قهرمانانه از چگونگی اعدام سید علی محمد در حالی که بران حضور نداشته می نویسه: جمعی از تماشاچی ها وقتی که میرزا علی محمد رو دیدن و مشاهده کردند که خود را نواخته و وضع آرامی دارد به او علاقمند شدند، در صورتی که قبلا نسبت به او بی‌اعتنا و دشمن بودند. ادوارد بران در طول سفرش با افراد بسیاری نشست و برخاست کرد که بیشتر اونها نامای مستعار دارند. اون تا سرحد ممکن تلاش میکنه تا نشونه هایی که از اونا میده باعث شناختشون نشه، اما برخی دیگر رو به وضوح معرفی کرده که به طور مسلم این مسئله ربطی به ازلی و یا بهایی بودن اونها و ترس از آزار و اذیت مسلمانان نمیتونسته داشته باشه، چرا که اون شیخ مهدی قمی رو که فردی شناخته شده در کرمان بوده رو به راحتی ازلی معرفی میکنه که اگه قرار بود مسلمانان شخصی رو به این علت آزار و اذیت کنن، بران به راحتی از اونا نام نمی برد. ادوارد بران برخلاف توریستا و جهانگردان اوقات خودش رو با شاهزاده ها و حاکمان شهرها و چهره های معروف میگذروند و روزهای زیادی از اوقات خودش رو در ایران در منزل ماسونها، بابیها و بهائی‌ها گذرونده و از بریانی و سفره حاکم شیراز و یزد و کرمان برخوردار بوده و در بدو ورود به هر شهر اول سراغ بابیها و بهائی‌ها و حتی قبرهای اونها رو میگرفته. عده‌ای اون رو به عنوان مستشرق و ایران شناس میشناسن و میگن اون کمک زیادی به شناسوندن فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان به اروپاییان کرده، در صورتی که تمام دیدارها و نوشته های او در تجدید و بقای فرقه بابی و بهائیت و ازلی بوده. به نظر شما کدومی که از نظریات به واقعیت وجودی ادوارد بران در ایران نزدیکتره؟ ادوارد بران که شیفته سفر به ایران بود، مأموریت داشت که تحقیقی جامع انجام بده درباره فرقه بابیت که در اون ایام مسئله حاد سیاسی بود و دامنه اون به عثمانی و مصر هم کشیده شده بود. بران که با یکی از بابیان وارد ایران شده بود، همه جور در جستجوی یافتن بابی ها، حوادث، روابط، شخصیت ها و اعتقادات اونها گشت.
به نظر ما سفرنامه‌اش مختصری از مشروع گزارشی است که به مقامات سیاسی انگلستان تحویل داده بود و پس از حذف و اضافاتی به عنوان سفرنامه خودش به نام 1 سال در میان ایرانیان به چاپ رسونده و با توجه به خدماتی که او در این کتاب به بابی‌ها و بهائیان کرده باید نام کتاب اون رو 1 سال در میان بابیان و بهائیان نامید. درباره براون در میان ایرانیان حرف بسیاره. بعضی اون رو جاسوس انگلیس میدونن و بعضی اون هم صوفی. براون با کمک‌های سازمان‌های اطلاعاتی انگلستان این کتاب‌ها رو چاپ و توزیع کرد. ادوارد براون کتاب‌هایی رو که درباره بابیان خریده بود و همچنین توسط اونها جمع‌آوری کرده بود و در نهایت امنیت و دقت با پست سلطنتی به انگلستان فرستاد. به نظر شما چرا یک انگلیسی تا این حد خودش رو برای زنده کردن فرقه بابیان که با تلاش امیرکبیر سرکوب و به بوته فراموشی سپرده شده بودند به مخاطره میندازه؟ ادوارد براون در طول سفرش بارها مورد کنجکاوی ایرانیان قرار گرفت. زمانی که طی اون براون وارد ایران شد، زمان غارت و چپاول میراث فرهنگی توسط خارجیانی بود که به ایران سفر می‌کردند. اونا هر جا پا می‌ذاشتن یا مشغول کندوکاو برای یافتن آثار باستانی و ارزشمند بودند یا به کار نقشه برداری از راه‌ها و وضعیت ایران برای حمله‌های احتمالی مشغول بودند. یا اینکه انگلیسی‌ها در حال سرک کشیدن در میان عشایر قدرتمند چون بختیاری و قشقایی و غیره بودند تا از میان اونها برای خودشون جاسوسان و حامیانی پیدا کنند. از این رو بنابر سابقه عملکرد انگلیسی‌ها برخلاف ساکنان دهکده‌ای در ترکیه که اصلاً در مورد حضور براون و همراهانش کنجکاوی نشون ندادند، ایرانیان نسبت به اونها کنجکاو می شدند. به گفته خود براون برخی از اونها او رو جاسوس انگلستان می دونستند. اما اون توضیح نمیده که حشر و نشر مدام او با حاکمان و اقلیت‌های ارمنی، زرتشتی و بابی و دیگر فرقه‌ها که گاهی با تشریفات هم انجام میشد و حضور اون در تلگرافخونه‌ها و کنسولگری‌های انگلستان همگی میتونستن زمینه‌سازی این برداشت باشه و در نهایت عملکرد او گویای این واقعیت هم بوده. ادوارد براون اومده بود توان بهائیت رو برای حفظ منافع انگلستان بسنجه. برای همین پس از ایران به قبرس و عکا در فلسطین میره. او در قبرس به دیدن یحیی صبح ازل رهبر فرقه بابی ازلی میره و در عکا در فلسطین با میرزا حسین علی نوری رهبر فرقه بهائیت معروف به بهاءالله ملاقات میکنه و دولت انگلستان رو متقاعد میکنه که بیشتر از این از بهائیان حمایت کنه. براون بعد از تبریز به زنجان و بعد هم به تهران میره و به گفته خود اون چون بابیان زیادی در تهران نمیبینه به اصفهان و بعد هم به شیراز و از شیراز به یزد میره و در آخر به کرمان. او بیشتر اندوخته‌هاشو از بابیان در کرمان کسب کرد. او که در باغی متعلق به زرتشتی‌ها ساکن شده بود، با افراد بسیاری از ازلی، بهایی، صوفی، دراویش، شیخی، هندو، زرتشتی ملاقات کرد. در قسمتی از کتاب ادوارد براون در فصل جامعه کرمان متوجه میشیم که منطقه بلوچستان ایران در دوران قاجاریه بخشی از کرمان به شمار میرفت
و او از بلوچستان به عنوان منطقه‌ای بسیار محروم نام میبره. همچنین توصیفات او از وضعیت کارگاه‌های شالبافی در کرمان حیرت انگیزه. همونطور که میدونید در اون دوران شال کرمانی که بیشتر توسط کودکان و زنان بافته میشد در جهان شهرت خاص داشت و به کشورهای دیگر هم صادر میشد. براون در کرمان از یکی از این کارگاه‌ها بازدید کرده و وضعیت کارگاه شالبافی رو اینطور توصیف میکنه: تابستان‌ها از طلوع تا غروب خورشید و زمستان‌ها زیر نور شمع تا 3 ساعت بعد از غروب کار میکنن. اونها جمعه‌ها نصف روز تعطیلی دارن از نیمروز به بعد و در نوروز 13 روز و 1-2 روز هم در جشن‌های اصلی در سال. خوراک آنها نان خشک است. بیچاره کودکان کرمان که اینطور زندگی می‌کنند و از هوای تازه و نور آفتاب محرومند و نمی‌توانند به بازی و سرگرمی‌های لازمه کودکی بپردازند. این همه زجر به خاطر اینکه سالخورده ثروتمندی خود را با شال گران قیمت مجللی بپوشاند که این شال‌ها به رغم زیبایی به نظر من با خون بیگناهان رنگ‌آمیزی شده است. همچنین توقف او در کرمان همزمان میشه با شورش شالبافان در کرمان. اون زمانی رو هم در میان قلندران و دراویش میگذرونه و در این 2 ماه توقف در کرمان در باقی از زرتشتی‌ها سکونت داشته. براون می نویسه در هیچ یک از شهرهای ایران که من دیدم نتوانستم به اندازه کرمان آشنا و دوست از هر طبقه با هر نوع روحیه و اخلاق پیدا کنم. ولی متاسفانه ادوارد براون در کرمان تمام وقت در اختیار بابیان و بهاییان و ازلی ها بود و اغلب اوقات رو در جلسات جرس و بنگ مشغول تریاک کشیدن و عرق خوردن بود و حتی او متهم به ارتباط زنان هم میشه. او در شروع ماجرای اعتیادش می نویسه: در همان موقع که میخواستم از کرمان حرکت کنم و با کاروانداری قرار گذاشته بودم که از راه سیرجان و خبر و نیریز به شیراز مراجعت کنم دچار درد چشم گردیدم و بیماری مزبور نقشه مرا به هم زد و وادارم نمود که تا 2 ماه دیگر در کرمان توقف کنم. این بیماری یک اثر دیگر هم برای من داشت و آن اینکه مرا وارد جمع درویش ها و قلندران و صوفیان کرد. خب بریم سراغ روزی که ادوارد براون برای اولین بار در زندگیش تریاک میکشه. 24 ژوئن 1888 مصادف با 3 مرداد 1267، روزی که براون اون رو بیاد ماندنی ترین روز زندگیش میدونه. عصر اون روز 4 ساعت پیش از غروب به دیدن فردی به نام شیخ قومی رفته و مدتی رو به دیدن عنتری که حیوان خانگی او بوده سپری کرده. ناگهان دردی در چشم حس میکنه. شیخ قومی کمی آب یخ براش میاره که دردش رو خوب نمیکنه و براون به باغ اقامتگاهش برمیگرده. بعد از غروب درد چشمش بیشتر میشه. به پیشنهاد یکی از مهمانانش، فردی به نام اوستا اکبر که نخود خوش کنه، سفیده تخم مرغ رو روی چشمش میگذاره و با برگ اون رو میبنده.
درد اون در عرض چند دقیقه بارها و بارها بیشتر میشه. ادوارد براون ماجرای اون شب رو اینطور تعریف میکنه: اوستا اکبر وقتی دید درد من بیشتر شده گفت پس درد از سردی نیست بلکه از گرمی مزاج است و دوای درد گرم تریاک سرده. اگه شما قدر تریاک بکشید در تخفیف دردها اثر بزرگی داره. از شنیدن نام تریاک حس کنجکاوی من تحریک شد، زیرا من در گذشته نیز علاقه خاصی نسبت به درک اثر مواد مخدر داشتم و هنگامی که در مریضخانه‌ای در انگلستان برای تحصیلات عملی طب کار می‌کردم، یک مرتبه شاهدانه هندی که همان ماریجوانا میباشد به کار بردم و هیچ فراموش نمی‌کنم در شبی که این ماده مخدر رو مورد آزمایش قرار دادم. وقتی شاهدانه هندی رو کشیدم حال عجیبی به من دست داد. زمان و مکان در نظرم توأم گردیده بود و تصور می کردم که ذرات وجود من تفکیک میشه و با زمان و مکان توأم می گرده. اون آزمایش عجیب علاقه من رو به مخدرات کم کرد. اما چون مدتی از اون زمان گذشته بود اون اتفاق رو فراموش کرده بودم و به فکر افتادم که ببینم تریاک چه اثری داره. بعد از قدری فکر کردن موافقت خود را با کشیدن تریاک اعلام کردم. 10 دقیقه بعد از کشیدن تریاک دیدم راحتی و آرامش لذت بخشی سراسر وجود من رو گرفته و چشم درد من تمام شد و در این حال دارای وضعیت نشاط آوری شدم. متوجه شدم کاملا مختار عقل و ادراک خودم هستم. یعنی حال من مانند مشروبات الکلی نیست که قدری عقل و ادراک رو تغییر بده و وقتی درد چشم من هم تمام شد اون وقت متوجه شدم که چرا ایرانی ها این ماده رو به نام پادزهر میخونن، زیرا هر دردی رو تخفیف میده. از روزی که من شروع به کشیدن تریاک کردم 8 روز میگذشت و در این مدت برای تسکین درد چشم در مواقع معین تریاک میکشیدم و 2 مرتبه هم نکشیدم بدون اینکه هیچ اثر سوئی در من بکنه و گرفتار ضعف و بیحالی بشم. این موضوع مرا قوی دل کرد و با خود گفتم قطعاً آنچه راجع به تریاک گفتن اغراقه و انگلیسی ها که خود تریاک را ندیدن و آن را نکشیدن راجع به مسئله اعتیاد به تریاک مبالغه می کنن. من فکر کردم تا وقتی در کرمان هستم تریاک خواهم کشید و وقتی از کرمان حرکت کردم بدون هیچ زحمتی تریاک رو رها می کنم و در عوض وافور و سیخ و انبر رو با خودم میبرم که در انگلستان به دوستانم نشون بدم و اشتباه اونها رو راجع به تریاک رفع کنم. در یکی از شبها وقتی که از مجلس میهمانی زرتشتی ها به منزل آمدم مدتی از نیمه شب میگذشت. حاجی سفر که پیش خدمت باغ بود خوابیده بود و من هم خود را برای خواب آماده کردم. بدون اینکه در اون شب تریاک کشیده باشم دیدم خوابم نمیبره و حال مخصوص و عجیبی پیدا کردم که در من بدون سابقه بود. تمام اعصاب صورتم تکون میخورد و هر 2 دقیقه یک بار خمیازه میکشیدم. خلاصه تا وقتی که فجر دمید و ستاره های آسمون
بیرنگ شدن من نتونستم بخوابم و نمیخواستم که حاجی سفر رو بیدار کنم که برای من آتشی تهیه کنه و وافور منو بیاره. بالاخره چاره رو در این دونستم که مقداری لودانومو از جعبه طبی خودم بیرون بیارم و با توتون مخلوط کنم و بکشم. زیرا لودانوم دارای ماده افیونی است و من همین کار رو کردم. و اون سیگاری رو که درست کردم کشیدم و بعد حالم بهتر شد و تونستم بخوابم. بله، دقیقاً وضع تریاک از این قراره که انسان چند روز اونو میکشه بدون اینکه گرفتار شه و ممکنه بدون هیچ احساس دردی اون رو ترک کنه، اما بعد از اینکه مدتی مرتب در یک موقع کشید ناگهان متوجه میشه که گرفتار شده و دیگه قادر به ترکش نیست. و من روز دیگر ناچار شدم که تریاک بکشم. چند روز بعد که این موضوع رو به یکی از آشنایان خود که بابی و ازلی بود گفتم. او با خوشحالی دستاشو به هم مالید و با ذوق گفت حالا دیگه گذشت و وافوری شدی. و علت خوشحالی او این بود که تریاکی ها خیلی میل دارن که دیگران هم وافوریشن تا رفیق هم قطار پیدا کنن. ادوارد براون در کتابش نوشته این راه و روش افیون است. شما ممکن است آن را گهگاه و با فواصل طولانی مصرف کنید و هیچ گونه خماری نداشته باشید. ممکن است 2 یا 3 روز مرتباً آن را مصرف کنید و بعد بدون هیچ اشکالی کنار بگذارید. سپس بعد از چند روز این کار را تکرار کنید و باز هم بدون اشکال ترک کنید. و بعد پس از آن که چندین بار کشیدید می‌خواهید مثل دفعات قبل ترک کنید که متوجه می‌شوید نمی‌توانید و اینکه زنجیر اسارت بر دست و پایتان پیچیده و به احتمال زیاد هرگز نخواهید توانست خود را خلاص کنید و من هم اسیر و زنجیر شدم. البته ادوارد براون پس از تریاک حشیش رو هم امتحان میکنه. گویا در اون دوران مصرف حشیش پس از تریاک هم رواج داشته. ادوارد براون در کتابش می نویسه نقشه‌ای که برای ترک اعتیاد کشیدم بر اساس مشاهده و دریافت بود که کشیدن تریاک در واقع اونقدرها هم خطرناک نیست، بلکه خطر اصلی کشیدن اون به طور مرتب و در وقت معینه. من خود رو عادت داده بودم که مرتباً پس از صرف شام تریاک بکشم. بنابراین همیشه در این موقع خماری غیر قابل وصفی من رو فرا می گرفت. او در جای دیگری از همین فصل کتاب درباره ترک اعتیاد خودش نوشته شنبه 27 جولای این روز مهم برای من بیاد ماندنی بود، زیرا برای اولین مرتبه در طی چند هفته توانستم مقابل خماری فزاینده تریاک که من را فرا گرفته بود مقاومت کنم. اکنون این موضوع باعث ناراحتی من بود، زیرا احساس می کردم که این تجربه را بیش از حد ادامه دادم. با خودم اندیشیدم خیلی خوب بود وارد دنیای تریاکی ها شدن، تجربه‌ای که برای تکمیل دیدگاهم از زندگی درویشی لازم بود. اما اگر بیشتر مراقب نباشم واقعاً یک درویش می‌شوم و بقیه عمرم را دست به دهان زندگی خواهم کرد و تمام وقتم را به تریاک کشیدن و عرفان بافی می‌گذرانم. او در بخشی دیگه از کتابش در مورد انتخاب روش ترک تریاک به روش ابن سینا می نویسه
تا جایی که یادم مانده این کار را به این صورت انجام دادم که یک روز به جای آن که تا بعد از شام منتظر بمانم، مقدار کمی تریاک موقع صرف چای بعد از ظهر کشیدم و روز بعد رو صرف کردم تا بعد از خوردن شام و بدین ترتیب مدت زمان بین دو بار مصرف رو از 24 ساعت به 36 ساعت رسوندم. در روز سوم تا دیر وقت بیدار موندم و درست قبل از خوابیدن مقدار کمی کشیدم و روز چهارم خیلی زودتر به رخت خواب رفتم و موفق شدم که قبل از غلبه خماری به خواب برم و تا بعد از ظهر روز پنجم تریاک نکشیدم و در نتیجه مدت زمان بین دو بار مصرف باز هم طولانی و از 36 ساعت به 40 ساعت رسید. بدین ترتیب توانستم خود را از اسارت اعتیادی آزاد سازم که اطمینان دارم از راه‌های دیگر ممکن بود به سختی انجام شه. بالاخره ادوارد برون تونست به شیوه درمان اعتیاد ابن سینا تریاک رو کنار بذاره. البته از دوستان ایرانی او نقل شده که او پس از بازگشت به انگلستان وسایل کشیدن تریاک رو با خودش داشته و از اونها استفاده می‌کرده، اما روشن نیست که او مرتباً تریاک می‌کشیده یا فقط هنگام معاشرت با برخی از دوستان ایرانی معتادش به کشیدن تریاک مشغول می‌شده. خلاصه توقف طولانی ادوارد برون در کرمان که قرار بود 1 هفته طول بکشه بیشتر از 2 ماه طول کشید. او که مأموریتش به پایان رسیده بود مرتباً از انگلستان تلگراف دریافت می‌کرد برای برگشت. در تلگراف ها نوشته شده بود توقف در کرمان بس است و تلگراف های دیگری به ظاهر از دانشگاه لندن برای بازگشت به انگلستان و کار در دانشگاه که در اونها از علامت‌های خاصی و اشکال درخت به طور رمز استفاده شده بود. از حاشیه‌های تلگراف او مشخص میشه تلگراف ها وقتی وصول شده که برون درگیر مداوای چشم در کرمان بوده، همون مداوای چشمی که پای اون رو به بزم تریاکی ها کشوند و همچنین طبق نوشته یک تلگراف مادر او از انگلیس اصرار داشته که پسرش برگرده و پست معلمی فارسی رو بپذیره. عاقبت اون بر اثر اصرار انگلستان و تلگراف‌های پی در پی مجبور به بازگشت به تهران میشه و سپس به انگلستان میره. ادوارد برون بعدها درباره قضاوت افراد در مورد اعتیادش به تریاک مینویسه: ای کسی که این سطر را میخوانی، مرا به خاطر کشیدن تریاک در کرمان ملامت نکن، زیرا اگر تو بیمار شده باشی و هرگاه درد تو را آزار داده باشد و اگر در یک مملکت خارجی که طبیب و دوا نیست ناگهان دچار درد شدیدی شده ای، میدانی که من برای چه ناچار شدم که پناه به این نیروی عجیب و جالب توجه و سحرآمیز که اثرش واقعاً خارق العاده است و به نام تریاک خوانده می شود ببرم. البته تریاک کشیدن من برخلاف عقل بود، گویی که شخصاً خود را زیاد گناهکار نمی دانم، زیرا اگر این کار مخالف عقل انجام نمی گرفت من از تجربه بزرگ محروم می شدم و عملاً نمی دانستم که تریاک چیست و چه فوایدی دارد.
با این وصف خوشبختم که قبل از اینکه کاملا معتاد شوم زنجیر اسارت من در هم شکست. این صفحه که به دستخط خود ادوارد براون نوشته شده تجربهش رو از طریق بیتی مشهور به طور خلاصه بیان کرده. حضرت افیون ما هر مرضی را دواست، لیک چو عادت شود خود مرضی بی دواست. خب این هم از پایان سرگذشت یک انگلیسی در ایران و ملاقاتش با افراد خاص و ماجراهای اعتیادش و ترک اعتیادش به تریاک. ممنون میشم نظراتتون رو درباره این داستان رو بگین که به من انگیزه میده برای ادامه دادن و بهتر شدن کانال. امیدوارم این داستان رو دوست داشته باشین. اگه دوست داشتین حتما لایک کنید و با دیگران به اشتراک بذارین. به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار.